سلام، من دکتر حسنی ابراهیمی هستم. این قسمت سوم از فصل کانتور و کانتکت. نوار ماتریکس های تافل مایر، نوار ماتریکس های یونیورسال با هولدرهای یونیورسال تافل مایر استفاده میشن. هر چقدر نوار ضخیم‌تر باشه، اون فضایی که باقی میمونه بعد از برداشتنش بیشتره و احتمال اینکه شما کانتکتتون لوز باشه بالاتر میده. نوار ماتریکس هایی که یه خورده نازکن یه بدی دارن، اینکه خیلی زود دفرمه میشن. مودیفای کردن وج، تغییر دادن وجم رو یه جوری تغییر میدم که بیاد نهایتاً لب به لب کف جینجیوال حفرم قرار بگیره. بهتره که سطح مقطع وج شما بالاتر از کف جینجیوالتون قرار نگیره. هر چقدر این وج بیاد بالاتر، کانتکت شما منتقل میشه به قسمت اوکلوزالی تر و به جای اینکه یک کانتکت ایریا داشته باشین، یک کانتکت پوینت داره.